بسم الله الرحمن الرحیم. عذر به جهل در عقیده یا جهالت در عقیده، حکم آن از دیدگاه قرآن و سنت و منهج سلف صالحین و دانشمندان امت اسلامی چیست؟ الله جل شانه کل پیامبران را به نبوت و رسالت مبعوث کرد تا که مردم را در مورد کفر و ایمان به تفصیل دعوت بدن و درس بدن و بیدار بکنن، تا که برای تمام امت اسلامی هیچ حجت و دلیلی باقی نماند که الله متعال جل شانه پیامبران را نفرستاد و ما کفر و ایمان را نفهمیدیم. یک دلیل قطعی. دوم، الله جل شانه 4 کتاب آسمانی را با صحیفه های مختلف نازل نمود. کفر و ایمان در اینا به تفصیل درس داد، یعنی کفر است، شرک است، ارتداد است، نفاق است، و ای الوهیت الله است، ربوبیت الله است، اسماء و صفات الله است، و ای حاکمیت الله است، ای امر و نهی الله است، تا که مردم دیگه دلیلی نداشته باشند که الله متعال کتاب نازل نکرد، قرآن و تورات و انجیل و زبور نازل نکرد و کفر و ایمان بر ما در اینا مشخص نکرد و ما به اثر بی اسناد بودن و بی دلیل بودن کفر کردیم، شرک کردیم، ارتداد کردیم، حال بر ما دلیل به اصطلاح جهالت عذر شده میتونه. این دوم دلیل. سوم دلیل، نبوت و رسالت نبی صلی الله علیه و سلم که دارای 23 سال است که 13 سال آن در مکه و 10 سال آن در مدینه. 13 سال دوران مکی عقیده کامل تدریس کرده و 10 سال در مدینه حکم عقیده و احکام را تطبیق کرده. پس هیچ چیزی از کفر و ایمان باقی نمونده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 23 سال نبوت خود نگفته باشه. سوم. چهارم، صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین در منهج و روش و زندگی و حیات خود و خلافت‌های اسلامی که داشتن، از ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع تا تابعین و تبع تابعین تا تمام دانشمندای امت، اینا هم کفر و ایمان به تفصیل برای مردم افهام و تفهیم کردن و درس دادن و دعوت دادن و حکم آن را در جا و در وقتش تطبیق نمودن. چهارم بود. و پنجم، سلف صالحین و تابعین و تبع تابعین و دانشمندای امت پیش از 500 کتاب در مورد عقیده اسلامی تصنیف و تألیف کردند تا که جهالت برای مردم حجت و دلیل نباشه و اسناد عقاید اسلامی برای مردم موجود باشه. این پنجم بود. ششم دلیل، الله متعال جل شانه نعمت اسباب و تکنولوژی و زراعی و وسایل کامپیوتر و موبایل و اینترنت و رسانه و اخبار و تلویزیون و این چیزها را مسخر کرد تا برای انسان‌ها هیچ دلیل و حجت باقی نماند که ما نمیتوانستیم درس‌های صوتی و تصویری و درس‌های کتبی و عقیداتی را ما از طریق موبایل و صوت و تصویر و زراعی و وسایل بشنویم. این ششم دلیل بود. هفتم دلیل، الله جل شانه برای تمام کل امت اسلامی و انسانی عقل و بصارت و تعقل داده، یعنی به سرهایشان مغز و عقل سلیم داد تا که کفر و ایمان تفکیک کنن و یاد گرفتن عقیده اسلامی رو بفهمن که برای هر مسلمان فرض عین است و بعد هر مسلمان یاد بگیرن. الله متعال به انسانها شاخ و دنب و چوب به سرهایشان نداد، در سرشان عقل داد. عقل به این واسطه که اینا تعقل خود مطابق با قرآن و سنت استعمال کنن. یا اولی الالباب، ای صاحبان عقل و خرد و دانش که در دنیا و اسباب زراعی و وسایل و تجارت و معامله و ساختمان و بیلدینگ و این چیزا همه فهم خیلی کامل دارید، چرا در عقیده توحید و در کفر و شرک و ارتداد و نفاق و در اینها شما فهم ندارید؟ پس این 7 دلیل قطعی است که جهالت در عقیده دلیل شده نمیتونه. یک انسان به جهالت یا غیر جهالت اگر کفر میکنه کافر میشه، شرک میکنه مشرک میشه، از یک عمل اسلامی یا به زبان یا به عمل یا به عقیده انکار میکنه مرتد میشه. اگر قلبا کفار به دوستی میگیره و مسلمانو بد میبره و کفار همکاری میکنه و مسلمانو ضرر میزنه، این منافق اعتقادی میشه، از اسلام بیرون میشه. چنانچه که الله جل شانه در قرآن کریم سوره محمد آیه 19 میفرماید فعلم انه لا اله الا الله، به درستی که مسلمان باید بدانه و بفهمه و یاد بگیره و به یقین که الله یگانه است و هیچ معبودی به غیر از او نیست و او تعیین کننده حرام و حلال، حق و باطل، کفر و ایمان، دوستی و دشمنی، ثواب و گناه و حکم و احکام شریعت است و هیچ کس در ذات و صفات او و محبت او و عبادت او و اطاعت او و امر او و نهی او هیچ کس شریک نیست و او از شرک و شرکا پاک است و هیچ مشرک و کافر و ملحد را نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افتره اثما عظیما. پس هر گناه را الله میبخشه اما شرک و کفر و ارتداد نمیبخشه مگر اینکه حدود الله به سر او جاری بشه مطابق با کتاب الله و سنت. اگر جهالت در عقیده دلیل باشه و عذر بالجهل دلیل باشه، پس همه یهودی‌ها بر حق هستند. 1000 آیاتی که درباره جهاد است نعوذ بالله دروغ و باطل بیرون میشه. پس همه هندوها بر حق میشن، همه مسیحی‌ها و نصرانی‌ها بر حق میشن. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله کارهای خوبی نکرده که کفار کشته با کفار جهاد کرده. چرا که 1000 آیات قرآن درباره جهاد و قتال است و
2500 آیت درباره عقیده توحید و رد عقاید کفری است. پس دیگه دلیل به انسان باقی نمیمونه. یک انسان به جهالت دزدی میکنه، دزد حساب میشه. به جهالت زنا میکنه، حکم زنا سرش جاری میشه. اینطور نمیشه که به جهالت کفر کنه باز کفر به او دلیل باشه. این دلیل یهودی‌ها و نصرانی‌ها و مسیحی‌ها و مجوسی‌ها و رافضی‌ها است. مسلمانان همه به اتفاق دارن که جهالت در عقیده عذر شده نمیتوانه.